یه موشکافی دیگه و یه سلام دیگه تقدیم به همه شما سروران عزیزم. تا همین جای کار زهر داره کار خودشو میکنه و همون یه قطره مثل اسید شروع کرده به سوزوندن جیگر سیدلی. مثلا چند روز پیش یه روزنامه کوسه نشون به نام بهار یه مقاله چاپ کرد که باعث شد جیغ خامنه بره هوا. روزنامه بهار روز چهارشنبه که روز قبل از عید قدیر بود یک یادداشتی رو منتشر کرده بود که انتقادات زیادی نسبت بهش مطرح شد و پنجشنبه و جمعه مدیر مسئول این روزنامه اعلام کرد که یک اشتباهی صورت گرفته بوده و در روزنامه امروز این یادداشت رو اصلاح میکنن و نکاتی رو درباره اون متذکر میشن. یادداشت با این عنوان بود که امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی. در یادداشت اصلاحی که روزنامه بهار امروز داشتن که از روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح طلب شناخته میشه نوشته امام پیشوای سیاسی و الگوی ایمانی و اینطور توضیح داده که این یادداشت اولا دیدگاه روزنامه و مواضع روزنامه نبوده و در آخرین ساعات انتشار به دستشون رسیده و در یک عجله و شتاب و بدون دقت کافی منتشر شده و البته عذرخواهی هم کردن. آقا رو فکر کرده با عوض کردن جای یا با و میتونه قضیه رو ماسمالی کنه. نه بابا، تا همین جای کار دستن در کارای این روزنامه یه 2 هفته‌ای باید برن یه قل 2 قل بازی کنن. حالا اصل مطلب چی بوده؟ اصل مطلب چاپ یه روایت بوده که 4 سال پیش همین روایت رو اکبر کوسه پشت آخرین جمعه بازارش با سیرداغ پیازداغ خاص خودش نقل کرده بود. یک روایتی من از زمان امام شنیدم، اون موقع نپرسیدم سندش کجاست، بعدم خودم رفتم سندش رو پیدا کردم که خود علی ابن ابی طالب میفرماید که یه روز پیغمبر گفته این بعد از غدیره تو ولی این امت هستی، این ولایت مال توست، چیزیست که خدا داده بود. بعد میفرماید اگر دیدی این مردم راضی بودند و آمدند تو رو قبول کردند و به شما این سمت رو دادند با اجماع، اگر آمدند شما بپذیر و متولی امر شو و کاراشون اصلاح کن و ادامه بده. قسمت بعدیش میگه ان اختلفوا علیک، اگر دیدی اختلاف کردند و نیومدن اون مقداری که باید بیان با تو فدعهم و ما فیه، بگذارن کاری که میخوان بکنن خودشون میدونن. بله، حالا این روزنامه به فرموده اکبر شاه دوباره این روایت رو گفته و بلا گفته. سید علی و نوچه‌هاش شروع کردن به قشقرق هی وای ای هوار، زیرا به ولایت رو میزنی به امام فوش میدی. عظمای بدبخت رو سی کن که عمامه و تختش با یادداشت یه روزنامه اینجوری به لغلق میفته. خامنه پایین و بالات کو، افتادی توی مخمس اون ناز و عداد کو، توفان قیام در پیش امام عباد کو، اون لیلی بلالات لیلی بلالات کو، اون لیلی بلالات کو، اون لیلی بلالات کو. هر جای این نظام ولایت رو که نگاه کنی یه فاضلابی جاریه. حالا یه سری بزنیم به استبل وحوش، یعنی همون مجلس، و ببینیم گرگای عمامه‌دار و بی عمامه چه دستی از هم دیگه رو میکنن. یه جونوری به نام صالحی اومده وزیر ورزش و جوانان بشه، بعد یه جونور دیگه به نام نادران میره پشت تریبون طوری پته یارو رو میریزه رو میز که هم آبش میشه هم نونش. و اما در مورد مسئله خوزستان، در زمان مدیریت ایشان در خوزستان 2 اتفاق ناگوار افتاده است. یک، به دلیل انفجار در لوله های گاز مدیر وقت وزارتخانه از ایشان میخواهد
که متهمین را پیدا کند. این امر ممکن نمی شود. عده‌ای از رزمندگان دفاع مقدس که از خادمان ملت بودند ولی با گرایش چپ رو به اتهام انفجار لوله ها زندانی می کنند و آنقدر مورد ضرب و شتم قرار می گیرند که یکی از آنها اقدام به خودکشی می کند. اون فرد گواهی داد که این قاچاق توسط ایشون و دوستانشون صورت گرفته در نفتکش‌ها و این گزارش به مراجع زیرفت هم گزارش شده است. به 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 به. خب آره دیگه، به خاطر همین سوابق درخشانشه که شیخ فری میخواست بندازتش به جون جوانای ورزشکار دیگه. اینم از کلیدسازای دولت تدبیر و امید. ای لعنت به اول و وسط و آخرتون. من میخوام عضبا رو داغون بکنم، ریخته شد دون بکنم، باور و بچ نظامش و قیمه با دلجون بکنم، به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. با آقای موشکار